تنبلی نیست، ذهنت شلوغه و امروز میخوایم بفهمیم چرا. قبل از هر چیزی یه چیزی رو روشن کنیم. ما تنبل نیستیم، اصلاً هم نیستیم. ما فقط یک کم داغونیم. یعنی چی؟ یعنی ما نسلی از صبح که چشم باز میکنیم قبل از اینکه حتی یک لیوان آب بخوریم میریم سراغ گوشی. بعد چی میبینیم؟ یکی رفته سفر، یکی ماشین خریده، یکی موفق شده، یکی زندگیش عالیه. بعد مغز ما محترمانه میگه دیدی تو هیچی نشدی. اون لحظه هنوز حتی مسواکم نزدی ولی حس شکست داری. ببین مشکل اینجاست، مغز ما برای این حجم از مقایسه ساخته نشده. ما قرار بود نهایتاً با چند نفر دور و برمون مقایسه بشیم، نه با هزاران نفر توی فضای مجازی. بعد میگن چرا نسل ما انگیزه نداره. اگه تو هم جای ما باشی تو هم نداری. ما از صبح تا شب داریم فشار میخوریم بدون اینکه بفهمیم. فشار خوب بودن، فشار موفق شدن، فشار عقب نموندن. حتی وقتی داریم استراحت میکنیم وجدانمون میاد میگه تو الان باید یه کاری میکردی. یعنی چی؟ یعنی ما حتی تو استراحت هم استرس داریم. یه چیز خیلی مهم، مغز ما فرق بین خطر واقعی و فشار ذهنی رو نمیفهمه. براش فرقی نداره یه خطر واقعی باشه یا فقط داری خودتو با بقیه مقایسه میکنی. بعد آخر شب میگیم چرا اینقدر خسته‌ایم؟ در حالی که ما بیشتر از این که کار کنیم فکر کردیم. واقعیت تلخ ما تنبل بودن ما نیست، ذهنمونه که خسته است. ببین یه تمرین خیلی ساده بهت میگم ولی خیلی انجام نمیدن. کمتر خودتو با بقیه مقایسه کن، بیشتر خودتو بفهم. یعنی چی؟ یعنی هر وقت داشتی زندگی تو با یکی مقایسه میکردی یه لحظه وایسا، از خودت بپرس من واقعا چی میخوام؟ نه اونی که بقیه دارن، چیزی که من میخوام دقیقاً اون چیه؟ یه حقیقت مهم، ما از خودمون بدمون نمیاد، ما فقط خودمونو با آدمای اشتباه مقایسه کردیم. و یه چیز واقعی، تو داری خودتو با کسی مقایسه میکنی که بهترین لحظه هاشو نشون میده، نه کل زندگیشو. مغزت هرچی بیشتر مقایسه کنه بیشتر حس کمبود میگیره، حتی اگه زندگیت خوب باشه. پس اگه میخوای کمتر خسته بشی، کمتر مقایسه کن، کمتر ورودی بگیر، بیشتر خودتو درک کن. و در آخر نسل ما تنبل نیست، فقط مغزش تو این شلوغی داره کم میاره. گاهی لازم نیست بیشتر تلاش کنی، فقط باید کمتر خودتو با بقیه مقایسه کنی.